رهبر انقلاب اسلامی همزمان با هفته منابع طبیعی بعد از ظهر امروز 2 اصل نهال قرض کردند. عزما من همون شاخ و گل و برگ درختت کتمو من آویزون کرده بودم به بند رختت. بیا با گزارش غلام قیانور اگه با ما نیای تو پشت پا زدی به بخته. بله بینندگان عزیز، در این دم عیدی مقام عزما در یک اقدام استراتژیک 2 تا قرض درخت کاشتن که خیلی اقدام خوبی بود. به سطح شهر میریم تا ببینیم امت همیشه در صحنه نظرشون در رابطه با این موضوع چیه. با ما بیاید، خیلی خوشحال شدیم دم عیدی. بله آقا شما میشه خودتون رو برای بینندگان عزیز ما معرفی کنید و بگید چند سالتونی؟ بله من نهال شطپور هستم که 30 ساله مقام عزما من اینجا کاشتم. چه جالب، شما درخت چی هستید؟ من درخت زردالو بودم وقتی منو کاشتم، ولی تو این فتنه‌های اخیر شفتالو شدم. اینم از کرامات مقام عزماست. بعد اینجا کی بهتون آب میده؟ والا روزای اول خود مقام عزما بهم آب میدادن، ولی از اونجا که اینجا یه جای دور افتاده است و در جریان فتنه‌های اخیر الان دیگه ملت همیشه در صحنه میان منو آبیاری میکنن. بینندگان عزیز، همونطور که میبینید یه برادر بسیجی زیر همون درختی که مقام عزما کاشته همینجا نشسته. میخوام نظرشون رو در رابطه با این اقدام مقام عزما در حوزه بین‌المللی و داخلی بپرسم. برادر بسیجی نظرتون چیه؟ حتما من اول خدمت خود مقام عزما سلام میکنم، بعد درود میفرستم خدمت خود مقام عزما، از اون طرف عید و تبریک میگم به همه خود مقام عزما. اینا همه کنار. همونطور که میدونید این درختکاری یه بحث نمادینه و استراتژیک که خود مقام عزما ترتیبش داده. میشه بیشتر توضیح بدید برای ما و بینندگان عزیزمون؟ بله خواهش میکنم. به نظر من این درختکاری این فتنه‌های اخیر هست، آشوب‌هایی که بوده، کلا این بحث رو گرفته کامل کی خوابونده. دشمنان این بار شکست سختی خوردن، کامل شکست خوردن، این بحثشون کامل منتفی. این بحث درختکاری هم که خود مقام عزما کرده یه بحث استراتژیک معنوی عرفانی. الان من شما خودت مجسم کن پیش خودت مقام عزما، درخت، آفتابه، چی تو نظرت میاد؟ آفتابه، مقام عزما، پوش درخت. نه نمیخواد بگی. هر کی واسه خودش یه تداعی میکنه. اما این به لحاظ عرفانیش بود که گفتم. اما به لحاظ سیاسیش مقام عزما با این کاری که کردن تمام این فتنه‌ها و آشوب‌ها رو تخت گرفتن که خوابوندن. یعنی از این به بعد هر کی میخواد بیاد تو خیابون فتنه بکنه، آشوب بکنه، میخوره دنگ. از این خواص هم میخواد باشه، میخوره به اینجوری دنگ میخوره به این درخته. آدم نشد یه بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار نشد میبندیمش به درخت. نشد همچی میکنیمش به این درخته. یه چیزی به ذهنم زد، نکنه یه وقت دشمنای نظام بیان ریشه درخت از ته بکنن، اون موقع چی میشه؟ از ریشه درخت رو بکنن، یعنی برش دارن ها. این که حالا اینم یه جور بازم این متی که منگ باز دوباره یه راهکار داده گفته درخت بکنه. من نمیدونم مثلا با دوباره تو خماری اینو گفته، من نمیدونم. آقا قطعش کن بابا، معلومه با درخت نمیشه جلوی این کارا رو گرفت. قطعش کن آقا جون. نمیخواد چی بگی تو؟ قطعش کن اینو بابا. یه جوون شاخ شمشاد از همونایی که مقام عزما با کاشتن این درخت می‌خواست بهشون روحیه بده اینجا نشسته. شما شنیدین که مقام عزما 2 قرض درخت در آغاز عید کاشتن برای روحیه دادن به جوونا؟ جدی می‌فرمایید؟ واقعا خیلی خوشحال شدم. اصلا روحیه‌ام خیلی رفت بالا. الان یکی از اون بالا روحیه منو بندازه پایین. واقعا روحیه‌ام رفت بالا. من یه لحظه احساس کردم همه مشکلاتم حله. مثلا من مشکل مسکن داشتم، خب الان مثل کفتر میرم بالای درخت لونه میسازم، یعنی حله. یا مثلا مشکل پوشاک برای عید بچه‌ها هست، خب این برگ درخت هست، بهترین پوشش. یا مثلا میوه الان میگن گرونه، خب درخت می‌کنیم میوه بده، امسال نده، سال دیگه نده، 20 سال دیگه. خلاصه یعنی میخوام بگم که درخت خیلی مفیده. من اصلا هیچ چشم اندازی رو تو زندگیم نمیدیدم، الان میرم خب بالای درخت راحت همه چشم اندازو کامل میبینم. یا خودم مثلا
ناامید شده بودم از زندگی. میگفتم چجوری به زندگیم خاتمه بدم. خب مقام عظما درخت کاشته، میرم از اون بالا خودم پرت میکنم، با مخ میکنم زمین. خیلی تشکر میکنم. نشد، خودم اون بالا آویزون میکنم. نشد، تنه درختو میدم دست یکی، میگم محکم بکوب تو سرم، دستتون درد نکنه. واقعا مقام خیلی عظما متشکرم، خیلی خواهش ممنون. میکنم. نه وایسا دارم صحبت میکنم. چی خیلی متشکرم. دارم صحبت میکنم. دارم میگم مقام عظما درخت کاشته، ما هم باید درخت بکاریم. همه گوش کنن، پیرمردی، پیرزنی، هر کی هستی واسه خودتی. باید درخت بکاریم. مقام عظما درخت کاشته. من 30 سال دارم درخت میکارم. نمیدونم باید دعوتون درخت بکاریم. مسئولین نظام بدانن، مسئولین طیب کل درختاتکم. یعنی خودم صداتون رو نمیشنم. درخت باید بکاری، همه باید درخت بکاری. شده واسه ببخشید آقا شما دارید چیکار میکنید اینجا؟ والا دارم به شباهت‌های درخت و مقام عظما فکر میکنم. مگه شباهت‌هایی هم با هم دیگه دارن؟ گرفتی ما رو آقا. شما اگه دقت کنید درخت خودش ریشه داره، مقام عظما ریش داره، 2 تپه. درخت شکوفه میزنه، مقام عظما هر شب بعد از بساطی که دارن شکوفه میزنن روی حالا بیشتر از این نمیخوام بگم. عرض کنم که درخت تنه داره، مقام عظما کنه داره. عرض کنم که درخت کرم میذاره، مقام عظما کرم میریزه. عرض کنم خدمتتون که درخت شاخه داره، مقام عظما خودشون شاخ میزنه. می‌خواستم بدونم شما تا حالا به تفاوت‌های مقام عظما و درخت هم فکر کردید؟ والا به تفاوتاشم فکر کردم. درخت یه سایه‌ای داره، یه میوه‌ای میده، خلاصه آدم میشینه زیرش یه صفایی میکنه. مقام عظما این شلمشرتی بی‌هویت بی‌بوته هیچی نداره. عرض کنم خدمتتون چیزای دیگه هم هست اگه بخواید بی وجوده. عرض کنم بازم هست اگه بخواید من در خدمتتونم، میتونم تا آخر شب بشینم براتون از تفاوت‌های درخت و مقام عظما بی ریشه ترین آدم روی دنیا. خیلی خوشحال شدم مصاحبتون. بله بینندگان عزیز، همینجا دیگه بحث این گزارشی بود از درختکاری مقام عظما و تاثیرات اون در سطح شهر. تا گزارش بعدی غلامرضا قیانوری از شما خداحافظی میکنه. شاخه مرکزی درخت، غلامرضا قیانوری.